چیکار کرده؟ اختلاس کرده مادر. اختلاس کرده؟ من به نمایندگی از ملت ایران باید توف کنم تو صورت این. چیکار کنی؟ توف کنم. بابا نمیشه که این دست من امانته. نمیذارم برو، باید توف کنم تو صورت این. حالا بذارید من اینو ببرمش، قاضی ببینه، دادگاهشو رد کنی، میارمش، شما توف کن تو صورتش. نمیشه، باید توف کنم تو صورتش. بفرما توف کن. پیش پای شما من یه خرمالو خوردم، حالا آب دهنم جمع نمیشه، حالا سعی میکنم. خب مادر جان، قاضی الان میره، شما توفتو جمع کن، ما زود برمیگردیم.